فاشیست تو لغت نظریه یا نهضتیه که خواهان برتری نژادی، حکومت استبدادی، اعمال زور و خشونت و برخورد شدید با مخالفانه. فاشیسم یه نظریه سیاسی راست افراطی و گونه‌ای نظام حکومتی خودکامه ملیگرای افراطیه که اولین بار در سال‌های 1922 تا 1945 در ایتالیا توسط بنیتو موسولینی رهبری شد و بر 3 پایه حزب سیاسی واحد، نژاد پرستی افراطی و دولت مقتدر و متمرکز استوار بود. فاشیسم رو میشه به چشم نیروی سومی بین سرمایه‌داری و کمونیسم نگاه کرد. اما فاشیسم یه چهره ثابت نداره و بسته به فرهنگی که ازش برخواسته خودش رو در قالب ارزش‌های سنتی اون فرهنگ نشون میده. برای شناخت این ایدئولوژی شناخت ویژگی‌هاش مهمه. فاشیسم معمولا با چند ویژگی اصلی شناخته میشه. اقتدارگرایی، یه قدرت مرکزی قوی وجود داره که معمولا به رهبری یه دیکتاتوره و کنترل زیادی روی جنبه‌های مختلف زندگی داره. ناسیونالیسم، افتخار شدید به کشور که معمولا با بیگانه ستیزی و اعتقاد به برتری ملت خودشون همراهه. نظامیگرایی، بزرگداشت ارتش و استفاده از قدرت نظامی برای رسیدن به اهداف سیاسی و ایجاد وحدت بین مردم. سرکوب مخالفان، سرکوب احزاب مخالف، محدود کردن آزادی بیان و حقوق مدنی برای جلوگیری از مخالفت با حکومت. کنترل اقتصاد، اگرچه مالکیت خصوصی را قبول داره اما معمولا حکومت توی مسائل اقتصادی دخالت میکنه و همکاری بین حکومت و صنایع بزرگ رو ترجیح میده. ضدیت با کمونیسم و سوسیالیسم، مخالفت شدید با ایدئولوژی های کمونیستی و سوسیالیستی، چون فاشیسم به سلسله مراتب اجتماعی پایبنده در حالی که کمونیسم به برابری طبقاتی و مالکیت جمعی معتقده. پرستش شخصیت رهبر رو به جایگاه تقریبا مقدس میرسونن و ازش یه شخصیت محبوب و الهام بخش میسازن تا مردم بهش وفادار باشن. تبلیغات و کنترل رسانه‌ها، استفاده شدید از تبلیغات و کنترل رسانه‌ها برای پخش پیام‌های حکومت و سرکوب صداهای مخالف. ایجاد دشمن فرضی، معمولا گروه‌های خاصی مثل اقلیت‌های قومی، مذهبی یا سیاسی رو مقصر مشکلات کشور معرفی می‌کنن تا بقیه متحد بشن. برتری طلبی اجتماعی، باور به این که بعضی افراد یا گروه‌ها ذاتاً برترن و به برابری اهمیت نمیدن. بسیج جمعیت و گردهمایی‌ها، برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های بزرگ برای ایجاد اتحاد که اغلب با مراسم‌های پرشور و خاص همراهه. رد دموکراسی و حقوق فردی، مخالفت با فرآیندهای دموکراتیک و برتری دادن هویت جمعی به جای آزادی‌های فردی. نقش‌های جنسیتی سنتی، تأکید روی نقش‌های سنتی زن و مرد و دیدن هر گونه انحراف از این نقش‌ها به عنوان تهدیدی برای ثبات جامعه. ستایش از جوانی و عملگرایی، ارج گذاشتن به جوانی و عملگرایی به جای تفکر انتقادی و عقل‌گرایی. لازم این را هم اضافه کنیم که اینها ویژگی‌هایی هستند که فاشیسم رو تعریف می‌کنند، ولی همه حکومت‌های فاشیستی لزوماً همه این ویژگی‌ها رو با هم ندارن. مرسی که تا آخر همراهمون بودین. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگه ایده و پیشنهادی داشتین حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بذارین. دمتون گرم.